بسم الله و صلات و السلام علی رسول الله. دوستان گرامی، جابر ابن عبدالله میگوید که ما در یک غزوه با پیامبر علیه السلام بودیم به نام غزوه مرایسیه. اونجا یک مرد مهاجری و یک انصاری به هم کشمکش کردند. یا نیخترش مهاجری به قفای انصاری یک لغت میزند یا به دستش میزند. انصاری داد میزنه، میگه که ای انصاری ها، یعنی اونها رو به کمک دعوت میکنند. وقتی انصاری ها رو به دعوت به کمک بکند، مهاجرین زیاد مهاجرین میگه مهاجرای خوش دعوت میکنه. وقتی پیامبر علیه السلام این صداها رو میشنوند، این شعارها رو میشنوند، میگن که این چه شعار جاهلیه هست. یعنی به عباره ما بال دعوى الجاهلیه، یعنی چی شده که باز نعره های جاهلی، باز همون شعارهای جاهلیت شنیده میشود. بعد خبر دادن که همین کار شده است. پیامبر گفتن که دعوها فانها منتنه، بس کنید، ترک کنید که این چیزی یک بیزه هست، بوینوک هست که جامعه را یعنی بوی بده فرا میگیرد وقتی که این شعارها پرتافته میشود، وقتی که این شعارهای ملت چگی و شعارهایی که ما از دیگر را تازه تر هستیم، خونی ما تازه تر است، نمیدونم چی ما تازه تر است، ما فلان ملتیم دیگر را فلان ملتن. پیامبر علیه السلام با همین خواستن که این مشکل رو حل کنن. خب پیامبر گفتن که دعوها فانها منتنه، بس کنید، پرتاب این عبارها رو، این شعارها رو، این شعارهای دیگه جاهلیت دیگه بوی کرد و رفت. این شعارها شعارهای کهنه است. دیگر ما جامعه نوشتیم، دیگر جامعه دیگر اشتیم که اونجا دیگه همه برابر حقوق است، همه انسان ها یک هستند در نزد الله تعالی. زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه که انصاری بود، در یک مجلسی بود که اونجا ابن ابی ابن سلول سردار منافقا، پیشوای منافقا، گفت که کارشونو کردن، اخیری اونا کارشونو کردن، آمدن بالای ما زهری دارن باز، یعنی مهاجری انصاری زد است. یعنی اینجا میخواست که مردم به قیام دعوت کنند، یک دسیسه کنند تا اینکه همون فتنه بین مهاجرین انصاری شروع شود و پیامبر اون دولتی که ساختن دیگر دولتشون فرو رود. زید بن ارقم وقتی این چیز شنید نزد پیامبر اومد، گفت که پیامبر من در فلان مجلس بودم، ابن ابی ابن سلول همین بارها را گفت و شما رو گفت که لا یخرجن الاعز منها الاذل. حالی مدینه رفته، وقتی مدینه بازگشتیم، چون مرایسه خارجی مدینه بود، بازگشتیم حتما انسانی عزیز و ذلیل معلوم خواهد شد. انسانی عزیز انسانی ذلیل بیرون خواهد کرد. یعنی خودش رو عزیز گفت و محمد علیه السلام و پیروان محمد علیه السلام رو همچون ذلیل معرفی کرد. بعد اینجا بعضی همون انصاری های دیگر بودن یا که از همون قبیله ابن سلول، اونا گفتن که پیامبر شاید این کودک از گپ خطا فهمیده باشد، گپ دیگه معنا گفته باشد، چون که حالی نوروز با زید بن ارقم. پیامبر سخن اونها رو باور کردند و سخن زید اعتبار ندادند که آیتی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لكاذبون و پیامبر نازل شد. این هنگامی که منافقان نزد تو می آیند، یعنی که اینجا وقتی که خبر زید و پیامبر گفتنش با ابن سلول رفت، داون اومده گفت که والله بالله تالله من این گپ نزدیم، من نخواد شما رو ذلیل گویم، من نخواد شما رو این گویم، نه شما فلان گویم. یعنی عذرخواهی کرد. عذرخواهی معنی اون که یعنی که خودش سفید کرد. اینجا من نگفتم که پای گفت تهمت میکند اون کودک. از بالا الله تعالی برای پیامبر امامت نازل کرد، گفت که هنگامی که یا اگر منافقان نزد تو آیند قسم میخونند، میگن که نشهد انک، ما شهادت میدیم. یعنی بدون معنی شهادت و گواهی چی است، یعنی که من به چشم خودم دیدم، اون کارو وقتی میبینی میگه من گواهم، من شاهد هستم. اینو گویا که گفتن که ما شاهد هستیم که تو رسول خدا هستی. الله تعالی هم سخن اونها رو انکار کرد، گفت که رسالت پیامبر اثبات کرد که والله یعلم انک لرسول، خدا میدونه که تو پیامبر هستی. والله یشهد، بعد از که خدا گواه میشود که منافقا دروغگو هستند در همین گواهی که میدن. ببینید الله تعالی علم خودش برای بندگانش اظهار کرد. من میدونم، من همه چیز رو دارم، اصلا علم من همه چیز رو احاطه دارم، میدونم که تو پیامبر هستی، لیکن گواهی اینها گواهی بر دروغ است. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله، اون قسم های خودشون رو، اون سوگند های خودشون رو همچون یک سپر پیش خود کرده اند تا اینکه خود محافظت کنند یا اینکه منفعت های مالی خود را محافظت کنند
و جان خودشون به سلامت برن. فصدوا عن سبیل الله، راه خدا رو پیش میگیرن. بعد از اون پیامبر علیه السلام وقتی نشسته بودن، بردنشون عمر بن الخطاب بود. گفت که پیامبر گفت من گردن هم منافق زنم. پیامبر گفتن که دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. گفت این کار نکن عمر، مردم بعد نگوین که محمد همنشینای خودش و اصحاب خودش میکشه. یعنی این هم قد حکمت دارد. دولت نو بود، دشمنهای داخلی و خارجی زیاد داشت و مردم هم بسیارتر، یعنی که میخواستن انتظار یک از این دولت چه انتظاری شدن ممکن میخواستن دانند. این دولت چه خیل دولت خواهد بود، چه خیل انسان ها را اداره خواهد کرد، آیا دست و آرنجش خون، یعنی که دستش به خون مردم آغشته می شود یا نه، مردم را میکشد یا نه، مردم زیر دار میبرد یا نه، یا اینکه دولتی می شود که انسان احترام میکند، انسان حقوقش پایمال نمیکند، انسان میداند، آدم میداند. یعنی همین بود توقع بود در حقیقت اون قبایلی که در اطراف مدینه بودند. اگر پیامبر اونجا سر این منافقه میدادن، شاید این توقع مردم دیگر سوس میشد، انتظاری مردم دیگر باز مردم به ناامیدی میبود که میگفت که خیلی اینم از دیگر دولت ها هیچ فرقی نداشته، مادامی که اینقدر آدم کشی کنید و اینقدر آدم ها رو زندانی کنید و اینقدر آدم ها رو فلان کنید. خلاص دوستای عزیز، شروع میکنیم به شرح عباره منافق. یعنی که اصلا این یک سوالی بود که یه برادر داد که همین سوره رو چند بارها نوشت که همین سوره یه بار تفسیرش در اطراف صحبت میکردید. منافق یک اصطلاحی شرعی جدیدی هست که پیش از این عرب ها اون رو استفاده نبردند. شریعت آمد و همه عباره رو که اختراع کرد، عباره رو به میان آورد. از کلمه نفقه هست. نفقه یعنی که کلمه نفقه هست، یا که به اصطلاح تاجیکی نقب میگویم ما. این راهی هست که از دو طرف کشاده بشود، از دو طرف در دارد به اصطلاح. یعنی بسیارتر حیوان ها استفاده میبرند، وقتی که از یک طرف هجوم شد از طرف دیگر میبرن میگریزن میروند. این چنین منافق به همین چیز تشبیه داد. دست به اسلام دست به کفر است، پای به اسلام پای به کفر میماند. بنابراین اونها رو تشبیه به همین حیوانات دادن که زیر زمین راه های مخفی دارن که از هر دو طرف در دارد. این طرف میبرن میگه ما با شما هستیم، با شما رو حرمت میکنیم، ما فلان بسم الله. اون طرف میبرن میگه ما اونها رو مسخره میکنیم. بنابراین در آیت بعدی الله تعالی وقتی گفت که ذلک بانهم آمنوا ثم کفروا، اولین تفسیری که میکنن میگن که اونها میبینن ظاهرا پیش پیامبر ایمان خودشون رو اظهار میکنن، خودشون مؤمن جلوه میدهند، بعد خیلی الله تعالی میگه که اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. وقتی که با شیطان های خود یک جای میشوند، هم نشین میشوند و مجلس می آرایند، اونجا میگن که ما با شما هستیم، اونها رو مسخره داریم فقط. یعنی که ایمان نداریم، ما فقط اونها رو مسخره داریم. یعنی اونها رو شیطاناشو کی است؟ الله تعالی گفت که خلوا الی شیاطینهم. اینجا گفتن شیطان های اونها یهودا هستن که اونها رو به همین راه وسوسه میکردن، دسیسه میکردن و اونها رو تیله میکردن تا اینکه ایمانشون نشان دهند، پگاهی و بگاهی کافر شدن. تو اینکه دیگه آدم‌ها دیدن که این دینی نقضی نبوده است که مردم در آمده برآمده ایسان نزدن، همین مود فتنه های میکردن. این واقعه برادرها در مدینه شد و چرا در مکه منافق نبود و در مدینه منافق پیدا شد؟ اینم البته سببش بسیار سبب ساده است. انسان ها میتونن به خوبی درک کنن که در مکه مسلمان ها یک گروهی کوچکی مظلومی مستضعفی بیچاره بودن که هر زمان شکنجه میشدن، بالاشون فشارهای روانی بود، بالاشون همه گونه فشارها بود. یعنی کسی اونجا مقصد از اونها نمیترسید، هیبت هم نداشتن که انسان ها از اونها، از هیبت اونها مثلا ایمان دروغگویی، یعنی که ایمان دروغین بیارند و بعد از اون با کافر شوند. و در مکه مسلمان اون قوتی نداشتن، نیرویی نداشتن که کسی حسابی اونها رو کنن. اما وقتی مدینه اومدن مسئله دیگه عکسی شد. مدینه اومدن جامعه ساختن، دولت ساختن، صاحب دولت شدن پیامبر علیه السلام و اکثری قبیله اوس و خزرج مسلمان شده بود و اطراف مدینه هم میده مسلمان بشدن دیگر. خصوصا بعد از جنگ بدر
دیگر اون باقی مانده های مشرکای مدینه گفتن که دیگر ما اقلا باید ظاهرا اسلام رو قبول کنیم و آمدن ظاهرا اسلام پیش پیامبر قبول کردن، لیکن باطنا به همون کفر خود ماندن و به همین شکل زندگی خود را دوام میدن. اینکه یک شخصیتی که دو شخصیت در قالب یک شخص با شیطان خودشون میشتن کافر بودن، وقتی پیش پیامبر بودن خودشون مسلمان میگیرن. یعنی انسانایی که با زبان ما گپ میزنن، با لباس ما رو میپوشن، شاید مظهرشان به مظهر ما مانند میکنن، لیکن دلاشون دلی گرگی هست که میخواهند که با این چیز بین همین گروهی مسلمان ها در اومده فتنه اندازن، جدایی اندازن، مسلمان رو از هم جدا کنن. این چیز گفتیم در مدینه بسیط به اون پیدا شد که دیگر مسلمان صاحب دولت شدن. وقتی صاحب دولت شدن دیگر دولت که هیبت دارد، اونها نمیتونستن از ضد پیامبر براین. بنابراین اونها یک مثل انسان بودن که نه جرأت قبول کردن ایمان رو داشتن، نه جرأت انکار کردن اسلام رو داشتن. و این البته روش انسان بزدل میشود، روش انسان ترسو میشود که نفاق رو پیشه میکند. نه جرأت میکنه میگه که من مسلمان هستم، نه جرأت میکنه میگه که من ضد اسلام هستم. یعنی این نمونه ها بسیار هستن در جامعه ما هم بسیار هستن. انسانی هستن که اسلام رو تحقیر میکنن، امروز میگه ما مسلمانیم لیکن اسلام رو تحقیر میکنن. ما مسلمانیم احکام الهی رو زیر مسخره میکشن. ما مسلمانیم میگن مثلا شخصیت های اسلامی رو تنقید میکنن، شخصیت های اسلامی رو تحقیر میکنن. جرأت نداره که نه من مسلمان نیستم، من دین شما رو قبول ندارم. البته چخیل الله تعالی میگه ولا تعرفنهم فی لحن القول، یعنی که هنگام گپ زنی هاشون اگر سخن اونها رو خوب تحلیل کنیم درک میکنیم که اونها از اسلام بیزار هستن، اسلام رو قبول ندارند اصلا، فقط برای اینکه رأی عام علیه اونها نشود. یعنی که الحمدلله که اکثر مردم 95% مردم که مسلمان هست نمیتونه که جرأت کنه این گپ بزنه. بنابراین همیشه سخنی کاغذ پیچ میشود. این بود یعنی که سبب نزول سوره منافقه. گرچه که بعضی علما میگن که این واقعه در جنگ تبوک شده است، لیکن بسیارتر صحیحترش میگن که این واقعه در جنگ مریسیه شده است. خب به همین قدر اکتفا میکنیم دوستان در این حلقه. انشاءالله آیات های باقی مونده این سوره رو در حلقه آینده برای شما تفسیرش رو نقل خواهیم کرد و امید داریم که این حلقه برای شما مفید باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.